بارسلون درخواست کرده که اون داستان محرومیتش که نمیتونه فعلا نقل و انتقالات رو داشته باشه کم بشه، ولی هنوز قبول نشده. یه حرکت بازیکن اسپانیول زمینه بارسلون موقعیت رو حالا توی دروازه بارسا باز شد. سرجیو دروازه رو باز میکنه. سرجیو گارسیا. اسپانیول 1 بارسلونا 0. 455 دقیقه تا قبل از این مسابقه بود که اسپانیول به بارسا گل نزده بود و حالا میزنه، در نیوکمپ هم میزنه. با هم میبینیم صحنه آهسته رو چه اشتباهی کرد بوسکتس. توپو از دست داد، خبری از خطا نبود. کایسدو حرکت کرد، 2 در مقابل 2 بودن و در نهایت مغلوب شد بارسا. اینطوری هم مغلوب شد. ضربه آخر از گارسیا. یه پاس اشتباه از بوسکتس که توپو از دست داده. حالا ضد حمله اسپانیول کایسدو حرکت میکنه. خود کایسدو تغییر مسیر میده، پاس بده خطرناکه داخل محوطه جریمه. یه بغل پای خیلی بد با سود مسی ضربه‌شو میزنه، تو به تیر دروازه برخورد کرد. تو بلوکه شد. با هم میبینیم کاتار قشنگ و توپی که به تیر دروازه برخورد کرد و بیرون از زمین هم نرفت و برگشت دوباره. راکیتیچ با پای راست بلند کادر روی دروازه یه ضربه ایسته و حالا میگیره توپو دروازه‌بان کیکو کاسیا. دیپورتیو لاکرونیا رو شکست داده و فعلا بارسا 1-0 اسپانیول باخته. مسی همه رو میخواد جا بذاره. خود مسی داخل محوطه ضربه‌شو با پای راست میزنه و واسه دروازه‌بان تو در اختیار گرفت. یه پاس بلند داخل محوطه جریمه، یه بغل پا دروازه میتونست باز بشه و حالا این اتفاق نمیفته و فقط ضربه دروازه. یه حرکت بازیکنی بارسلون جوردی آلبا لوئیس سوارز، پاسی دقیق و نزدیک به هم پشت محوطه. حالا مسی یه کنترل، ضربه مسی به توی دروازه گل برای بارسلونا. دروازه باز شد و مسی دروازه اسپانیول رو باز میکنه. جواب بازی خوبش رو میگیره مسی. گل 11 در لالیگا رو به ثمر میرسونه. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. توپو کاشت جاوی، یه حرکت و ضربه دقیق مسی که دروازه باز شد. از چه جایی هم توپ تو گل رفت. با هم میبینیم بدین شکل توپ آربیا دست میده. نیمار پا عوض میکنه، خیلی هم خوب میکنه انجام بده و کانیاس رو از پیش روی بر میداره. بلافاصله لوئیس سوارز یه مدافع مقابل داره. خود سوارز و پای چپ پشت محوطه جریمه مسی بازیکن جا گذاشته. حالا ضربه مسی به توی دروازه گل برای بارسلون 2 اسپانیول 1. عالی بازی کرده بارسلون در این مسابقه. مسی گل دوم در این مسابقه و 12مین گلش در مسابقات لالیگا. بازی باخته رو فعلا برده بارسلون. مسی، رونالدو و نویر برای گرفتن جایزه برترین بازیکن جهان هم با هم رقابت دارن. با هم ببینیم چه پایی عوض کرد نیمار. کانیاس رو جا گذاشت برای سوارز. یه پاسی به بیرون، اینجا یه کنترل، یه بازیکن رو جا میذاره و بعد هم تموم میکنه کارو. تازه با پای غیر تخصصی هم این کارو انجام میده مسی با پای راست. ضربه کورنر بلند روی دروازه، یه ضربه است توی دروازه پیکه گل سومو میزنه. بارسلون 3 اسپانیول 1. جرارد پیکه که تو صحنه گل اسپانیول نتونست جلوی گارسیا رو بگیره، حالا گلزنی میکنه. سانتر راکیتیچ، ضربه سر خوب از پیکه و دروازه باز شده اسپانیول. بارسا خوب بازی کرد، مزد بازی خوبش رو هم داره میگیره. جوردی آلبا با پای چپ، پاس بلند، آفساید نیست. حمله بارسلون، پدرو، یک کنترل قشنگ، یه ضربه قشنگ و تمام.
اینم گل چهارم توسط پدرو به ثمر رسید. چقدر کنترلش خوب بود، ضربه‌اش چقدر دقیق زد پدرو رودریگز. بارسلون 4-1 جلو میفته. همین کنترل عالی که توپ توی مسیر حرکت اصلیش قرار گرفت باعث میشه دروازه رو بتونه به راحتی باز بکنه. یک بار دیگه باز هم بازیکن بارسلون پدرو، مسی به توی دروازه هتریک میکنه لیونل مسی و اسپانیول 5 تا حالا دریافت کرده. 5-1 میشه بازی و مسی هم خودش در این مسابقه 3 گله میکنه. 5-1 از خود مسی هم شروع شد کار. واقعا به هم میریزه خط دفاعی تیم اسپانیول رو و دروازه رو باز میکنه. توپ میاد وسط در میانه میدان و تمام. بارسلون 5-1 اسپانیول رو میبره، میره در جایگاه دوم، بررسی رئال در جدول قرار میگیره و به آینده همچنان امیدواره.